نام خدا. با شروع دنباله‌های عددی در خدمتتون هستیم. دنباله عددی یه فرمول داره که آن یا جمله عمومی برابر است با A1 و مساوی است با n به علاوه n آی پرانتز باز n آی پرانتز بسته ضرب در دی. خب حالا چند تا مثال بزنیم. 3 6 9 12 همینجوری میره بالا. خب جمله اول 3 هست، از نسبت 3 هست، اختلاف بین دو جمله A2 منهای A1 A3 منهای A2 مثبت 3 A4 منهای A3 مثبت 3. خب حالا میریم فرمولش رو بنویسیم. دو راه داره. اول اینکه آن برابر است با 3 به علاوه جمله اول 3 هست، پس 0 میشه، یعنی آن میشه 3. راه دوم آن مساوی A1 به علاوه n A1 ضرب در دی، یعنی 3 به علاوه n A1 دی هم که 3 بود که میشه 3 که میشه آن برابر است با 3 به علاوه 3 منهای 3 ها با هم قطع میخورن، آن میشه 3. خب تا همینجا کافیه. در جلسه بعد چند تا مثال میزنیم و چند سوال حل میکنیم در مورد تظاهرات عددی.